سلام و عرض ادب خدمت همگی دوستان و عزیزان. امیدوارم که خسته نباشید. خدمت شما هستم با پادکستی جدید از سری درس‌های منتوری. این داستان حقیقتا بسیار طولانی بود و سعی کردم تا جای ممکن کوتاهش بکنم تا که نه شما و نه من کسل یا خسته بشیم. داستان در مورد یک شهر باستانیه که میگن در اون دانشمندی خردمند زندگی میکرد که اولین نردبان جهان رو اون اختراع کرده و قبل اینکه ایشون نردبان رو اختراع بکنن میگن مردم با قلاب گرفتن و این گربه دست و پا و چنگ زدن و با این چیزا از ارتفاعات و پشت بوم به اینا میرفتن و ایشون یه دو سه سالی غیب میشه و کسی ازش خبر نداشت و توی این مدت مشغول مطالعه و تحقیق بود و در نهایت با نردبان برمیگرده به شهر، هرچند که خود مردم باور نداشتن و میگفتن که خدایان در گوش این زمزمه کردن. به هر حال این دانشمند ما معمار بود، پله ساز بود و به غایت هم از کار خودش متنفر بود. باور داشت که زندگی فقط یک باره، باید به جستجوی ناشناخته ها، باید به کشف مسائل هستی پرداخت و لزومی نداره که برای این مردم نادان این شهر من پله بسازم و در نهایت هم نمیتونه که این کسالت رو، این روزمرگی رو تحمل بکنه. یه اندوخته ای داشت، یواشکی اونو میزنه به جیب و فرار میکنه به بیرون از شهر و میره کنار کوهی که اونجا بود و میگه از این به بعد سبک و شیوه زندگی خودم رو، به قول این بلاگرای 2000 لایف استایل خودم رو عوض میکنم. و اینجا داستان خیلی طولانیه، من خیلی کوتاهش کردم و میگه از این به بعد دیگه شروع میکنم به اختراع و کشف و مسائل فلسفی و ناشناخته و چیزای اینطوری. و اولین فکری که اونجا به ذهنش خطور میکنه این مسئله نردبان بود، چون وقتی که اون 2-3 سالی که غیب شده بود تا این نردبون رو بسازه، خودش باور داشت که این اصلا نردبون کاملی نشده و این هنوز به درد نمیخوره، فقط چند تا قطعه چوب رو برش دادن و اینا رو کنار هم قرار دادن و میگفت این کامل نیست. در بحث و گفتگو با نجار هم میگفت که این باید روش کار بشه، این کامل نشده. و نجار شهر هم گفت که بابا باز میخواستم فوش بدم دوستان گفت که آقا جان بکش بیرون، تو همین رو بده مردم استفاده بکنند و حالا اون نردبان کامل خودت رو هم بعداً میسازی دیگه، چه گیری داده که نه این باید کامل بشه. و این هم قبول میکنه، ولی همچنان معتقد بود که اون نردبان کامل نشده و به سرانجام نرسیده. و میگه خب الان که من دیگه زندگی عادی و یک نواخت رو ول کردم و دیگه مجبور نیستم برای مردمی که مثل موش فقط زاد و ولد میکنند خونه و پله و اینا بسازم، این مسئله نردبان رو حل میکنم و این رو به سرانجام میرسونم. و شروع میکنه نردبان رو با سنگ میسازه، با چوب میسازه، مواد مختلف رو جمع آوری میکنه و همه اینا رو تست میکنه تا به با استحکام ترین و محکم ترین نردبان جهان برسه. ولی نمیشه، سنگ میشکنه، چوب آتیش میگیره و برمیگرده به به شهرهای مختلف و کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های نجارهای استادهای مختلف رو، دانشمندهای مختلف رو میخونه. اما هر چقدر بیشتر جلو میده، از طرفی ایده های جدیدی در مورد این نردبان به ذهنش خطور میکنه و از طرف دیگر مشکل اون مواد و مابقی چیزایی که برای نردبون احتیاج داشت بیشتر میشه
و آخرش میفهمه که یک نردبون کامل رو نمیتونه با چوب و سنگ بسازه و ارتفاعش رو هم نمیتونه با ریاضیات به دست بیاره، چون تو نردبونی که میسازی برای مثال 3 متره، پس نمیتونی با این بری به کره ماه، نمیتونی با این بری به اون یکی کوه چون کوتاهه. در حالی که یه نردبون کامل اینطوری نیست، هم میتونه 1 متر باشه و در عین حال میتونه هزاران متر باشه. و اینجاست که به خودش میگه که داداش من کار اینطوری نمیشه، تو برای اینکه کامل ترین نردبان جهان رو بسازی به چیز دیگری نیاز داری و باید اطلاعات خیلی وسیع و بزرگ و زیادی داشته باشی. پس شروع میکنه به جمع‌آوری کتاب‌های مختلف، حتی بی ربط ترین کتاب‌ها، مثلا کتاب‌هایی که در مورد رابطه زناشویی بودن، کتاب‌هایی که در مورد ساخت توتون بودن، حتی اینها رو هم جمع‌آوری میکرد و باور داشت که ممکنه که یک دیتایی، یک اطلاعاتی در اونها وجود داشته باشه که بتونه از اونها استفاده بکنه یا در ساخت نردبان به اون کمک بکنند. و در نهایت پس از مطالعه کتاب‌های بسیار زیاد میفهمه که برای اینکه بهترین نردبان جهان رو بسازه باید به انتهای عالم، به جایی که آسمون تموم میشه سفر بکنه و اونجا گوهر هستی رو به دست بیاره و با اون کامل ترین نردبان جهان رو بسازه، نردبون جهان رو بسازه. و شروع میکنه به کتاب‌های مختلف، منابع مختلف، متریال‌های مختلف، تمام اینها رو جمع میکنه، هر کجا هر چیزی که میدید جمع میکرد تا بتونه این پارادوکس رو برای خودش حل بکنه، چون برای ساخت کامل ترین نردبان جهان به گوهر ناب هستی نیاز داشت که در آخر جهان بود، انتهای عالم بود، و برای به دست آوردن همون گوهر ناب هستی هم به یک نردبان کامل نیاز داشت. یعنی اینکه هیچ کدوم رو بدون داشتن اون یکی نمیتونست به دست بیاره و تمام عمرش رو وقف صرف حل این پارادوکس کرد. برحال یک روز بین تمام کتاب ها و مواد مختلفی که جمع کرده بود یک کتاب سرخی توجهش رو جلب کرد. وقتی دستش رو برد به سمت اون کتاب که بکشه بیرون، تمام اون کتاب ها و منابعی که جمع شده بود ریختن رو سر این و تمام استخون های این آدم شکسته شد، قفسه سینه‌اش شکسته شد، خون توی ریه‌هاش جمع شد و در حالی که داشت به این فکر میکرد که همون نردبانی که ساخته بود کامل ترین نردبان جهان بود جان سپرد. خب داستان تموم شد. البته نسخه اصلی رو به این شکل ننوشته بودم. وقتی که کتاب سرخ رو میکشه بیرون این خبر نداده که در تمام این مدت یک کوه بسیار بزرگی از منابع ساخته، چون به قدری مشغول اون حل پارادوکس بود خبر نداشت و وقتی این کوه فرو میریزه با کشیدن اون کتاب، مردم شهر فکر میکنند که زلزله اومده و این داستان خیلی طولانی بود ولی من کوتاهش کردم دوستان. خب این داستان داده کیا رو میگه دوستان؟ اشاره به کیه رفقا؟ اشاره به همه ما که به خصوص توی بازار مرتب داریم منابع جمع میکنیم، تا حدی که بعضی از ما معتاد این کار شدیم و هر کانالی، هر گروهی، هر کتابی، هر دوره‌ای فوروارد، دانلود و بعدش هم ذخیره توی هارد. و خب چرا این کار رو میکنیم؟ چون که ترید رو، معامله گری رو
با علوم آزمایشگاهی و فیزیک کوانتوم و مکانیک و اکتشاف و نوبل گرفتن و این چیزها دوستان اشتباه گرفتیم و داستان برای همه ما اینطوری شروع میشه که بله این دوره رو دیدم کار نکرد، اون یکی رو دیدم کار نکرد، پس بهترین کار اینه که همه اینها رو جمع بکنم و همه اینها رو نگاه بکنم و بعد از اون به یک دیدگاهی برسم، از تمام اینها اون چیزای به درد بخور رو جمع کنم کنارم تا به یه چیزی برسم که کار بکنه. این اشتباهیه که همه ما داریم مرتکب میشیم، چون فکر میکنیم که قراره از اینجا چیزی اختراع بکنیم، در حالی که مسیر معامله‌گری، سفر معامله‌گری دوستان به این شکل نیست. این کار شاید توی رشته‌های دیگر، توی کارهای دیگر جواب بده تا بتونید یک چیزی رو اختراع بکنید، اما توی ترید جواب نمیده، چون متر به متر ترید یک سفر ناشناخته است، یک مسیر ناشناخته است و تو باید لحظه به لحظه اون رو عمل بکنی، یک تجربه به دست بیاری، دوباره بری جلوتر یک تجربه دیگری به دست بیاری. اینطور نیست که تمام تجربه ها رو با جمع کردن اون مطالب و خوندنشون یک جا به دست بیاری. دلیلش هم واضحه، مطالعه هیچ وقت جای تجربه رو نمیگیره دوستان. من افرادی بوده که اومدن با من کار کردن، گفته این دوره رو دیدم، اون دوره رو دیدم، فلان بهمان، ولی وقتی رفتیم پای وبینار مشخص شده که این دوست عزیز علیرغم این حجم از دانستگی حتی بلد نیست که حمایت و مقاومت ها رو به صورت درست تشخیص بده یا رسم کنه و این اشتباهه. این عادت رو ترک بکنید. حالا چرا این کار رو میکنیم؟ چرا کوهی از منابع رو جمع میکنیم و در آخر سر ما رو به هلاکت میرسونه؟ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه دوستان. شاید از این میترسیم که یک روز صبح از خواب پاشیم و ببینیم که اینترنت ملی شده و به هیچ پلتفرم خارجی دسترسی نداریم، یا که هزینه های اینترنت برای ما خیلی زیاده و دوست داریم که یک جا همه رو دانلود کنیم با هزینه کم و دیگه راحت بشیم، یا که از متعلق به دوران قدیمیم. یه دورانی این الان اینترنت سرعت نداشت، دانلود یک آهنگ ساده نیم ساعت زمان می بود و اون دوران مجبور بودی آهنگ و فیلم و هر چی که خوشت میاد رو به صورت CD تهیه کنی یا دانلود کنی بزنی توی CD و جمعشون کنی. مثل الان نبود. اما تمام این، حالا هر دلیلی که داشته باشه رو بررسی بکنیم، در نهایت به طمع میرسیم و بعد از اون هم به پوچی میرسیم. اگر من همه چیز رو انباشته میکنم به این دلیل ساده است که من از درون پوچم و سعی میکنم که این پوچی درون رو با یک انباشته کردن، با پر کردن بیرون جبران کنم. و خب این تو فرهنگ و ذات ما ایرانی هم هست دیگه، یک مردمان به شدت تجملاتی هستیم. من خونه بعضی از دوستان که مهمان میرم باور کنید سردرد میگیرم. فرشای قرمز توی مثلا اتاق 3x4 40 تا سعی کرده که فرش بچپونه، سمت راست یه فرش دیواری زده، سمت چپ یه فرش دیواری دیگه زده، یه 40 تا 50 تا مجسمه و گل و گلدون و لوستر بزرگ و اصلا یه کاری کرده که تو خونه تو تکون میخوری، دستت به هر جا که بخورید یه چیزی میشکنه یا تکون میخوره. و خب آدم اینطوری نمیدونه که ذهن از محیط بیرون تأثیر میگیره. اگر بیرون تو شلوغ باشه درونت هم شلوغ میشه، چون بدون این که بدونی اینها رو درونی سازی کردی و آوردی تو درون خودت. درسته که اون گلدون بیرونه ولی در درون تو هم هست و توجه بکنی نکنی همچنان درونت هست و روی زندگی تو تأثیر میذاره. اگر محیط بیرون تو آشفته است، نامنظمه، در مرور زمان رفته ذهن تو هم اینطوری میشه و ذهنت از محیط بیرونی تأثیر میگیره. اگر همه جا پر زباله است قطعا
رفته رفته ذهن تو هم زباله میشه. و خب وقتی توی زندگی معنای مشخصی، هدف مشخصی نداشته باشی، مجبوری که این کارها رو بکنی و به کلمه‌های قرتی مرتی مثل مینیمال زندگی و فلان و بهنام پیدا کنی تا خودت رو توجیه بکنی. و بدترین نکته‌ای هم که در این مورد نمیدونی اینه که انباشتگی انتخاب‌های تو رو زیاد میکنه. هر چقدر بیشتر جمع بکنی همونقدر آشفته تر میشی. منابعی که جمع میکنی تو نمیدونی که از کجا باید شروع بکنی، از کدومش باید شروع بکنی، باید چی کار بکنی. انتخاب تو گسترده تر میشه و از طرفی هم فکر میکنی که اینا فقط تو گوشه هارد خوابیدن، در حالی که نمیدونی اینا تو هارد نخوابیدن. قسمت بزرگی که اشغال کردن مغز توه، اونا اونجا خوابیدند و مثل یک بختکی میمونند که پشت تو نشستند. و خب بهت یک آسودگی خاطر هم میدن دیگه، میگی جمع کردم همشون اونجا هست، از دست نمیره. حالا شاید یه روزی استارت زدم و مشخص هم نیست که این یه روز از کجا شروع میشه، کی شروع میشه. و بعید هم میدونم همچین کسی بتونه استارت بزنه، چون امکانات خودش رو، انتخابهای خودش رو زیاد کرده و وقتی که امکانات زیاد بشن نمیتونی استفاده بکنی. برای مثال منی که تا یک دورانی با خودکار بیک و مداد فشاری 15-20 تومانی می نوشتم پرکارتر بودم و از نظر خودم مطالبم کیفیت خیلی خوبی داشت. بعد یک دورانی که مرض جمع کردن کلکسیون و متد خوب و فلان و بهمان گرفتم، امکانات رفت زیادتر، تعداد ابزارها زیاد شد و دیگه اون کیفیت سابق رو نداشتم، چون ذهن من تو این میچرخید که متریال ماده چیه، جنس اون یکی مداد چیه، چقدر روونه، هست نیست. و بدون این که بدونم اینها هم من رو مشغول میکردند، انرژی من رو زیاد میگرفتند، کیفیت کار من رو پایین میآوردند و جمع کردن منابع هم هیچ تفاوتی با اینها نداره. تو وقتی که برای خودت امکانات زیادی فراهم میاری و استفاده نمی کنی توبیخ میشی. این جهان هستی تو رو توبیخ میکنه، یک آدم فرصت سوز و اهمال کار میشی. باید همیشه در محدودیت باشی. آدمای خیلی کمی هستند که امکانات گسترده‌ای دارند و میتونند به نحو احسن هم از تمام اینها استفاده کنند، ولی دقت کن اینها استثناء هستند، اکثریت نیستند. و چون با اتروت کلون و کت شلوار اومده توی تریبونی داره حرف میزنه، لزومی نداره که تو هم دقیقا اونطوری باشی. باید امکانات خودت رو کم و محدود نگه داری تا انتخابهای تو هم کم بشه، تا انرژی کمی از تو هدر بره و بتونی که راحت حرکت بکنی. تو وقتی که مثل این مرد دانشمند قصه ما شروع میکنی به جمع کردن منابع، بدون اینکه بفهمی داری ذهن خودت رو شلوغ‌تر و سنگین‌تر میکنی و در نهایت با کشیدن اون کتاب قرمز که میتونه هر چیزی بشه، تمام این منابع فرو میریزند روی پیکر تو و خودت رو نابود میکنی. اون کتاب قرمز تیر خلاصیه که انباشتگی به انسانها میزنه. آقای فلانی دوره جمع میکنه میشه 500 گیگ و یک 2-3 سالی هم اینطوری به خودش دروغ میگه، وقت رو تلف میکنه. در نهایت اون کتاب قرمز که میتونه یکی از اون دوره‌ها باشه، نگاه میکنه و میفهمه که تمام تریت قصه افسانه مزخرفه و کلا ول میکنه، میره دنبال یه کار دیگه. و حالا ممکنه این وسط بیاد تومارای بزرگی هم بنویسه بقیه رو شماتت کنه، در حالی که تو خودت پوچی، هدف معین مشخصی نداری و داری این کوه رو بزرگ میکنی که وقت رو تلف کنی، به خودت دروغ بگی و در نهایت خودت رو هلاک کنی. چون هر چقدر که این انباشتگی، این بار زیادتر میشه، بدون اینکه بفهمی عذاب میکشی و مجبوری اون کتاب قرمز رو پیدا کنی تا اون رو بکشی و تمام اینها فرو بریزند و دیگه راحت بشی. و این کتاب قرمز حتی میتونه اینطور باشه که تو به صورت ناخودآگاه به سمت یک آدم شارلاتان بری تا اون کتاب قرمز بشه برای تو و راحتت کنه، به سبکبالی برسی. چون انباشتگی روح انسان رو تباه میکنه و
سنگین وزن میکنه و اون احساس شادابی و راحتی رو از انسان میگیره. من چند سال پیش یک جای خونده بودم که سلطان العارفین بایزید بسطامی شب میاد نماز بخونه و بعد میگه که من شوق عبادت ندارم، اون سبکی رو ندارم، اون خلوص رو ندارم. و بعد به شاگرداش میگه که خونه رو بگردید و خونه رو که میگردن یک شاخه انگور پیدا میکنند و میگه دلیلش این بوده، پس این رو بدید به یه نفر، به یه نیازمند، یا به هر حال از این خونه اینو ببرید بیرون. و الان ممکنه یه سری دوستان هستند که علم مدارند یا آتئیستن بگن اینا همه چرت و پرت خرافات، ما با اونها کار نداریم. ولی چیزی که به وضوح برای خود من روشن شده این هست که انباشتگی راحتی، سبکبالی و قدرت عمل رو از انسان میگیره و تو قرار نیست که حتما مذهبی باشی یا فلان به امام باشی که به این چیزها باور کنی و میتونی عمل بکنی. هر چقدر که داشته های خودت رو، محیط خودت رو خلوت‌تر کنی، ذهن تو هم خلوت‌تر میشه و قدرت عمل تو بیشتر میشه و یک احساس سبکی، شادی، راحتی، آرامش رو تجربه میکنی. چون دیگه چیزهایی نیستن که مرتب بهشون فکر کنی، دغدغه‌شون رو داشته باشی ولی انجام ندی. و حالا این وسط چیزی که ممکنه براتون خیلی جالب باشه اینه که من تو بعضی از دوره‌ها که دوستان اینطوری رو میبینم پافشاری میکنم که هارد رو پاک کن و به شدت مقاومت میکنم. میگم آقا اون هارد رو پاک کن، تو برای چی باید 2 ترابایت 1 ترابایت دوره جمع کنی؟ بعد هزاران بهانه و دلیل، نمیدونم من دانلود کردم، هزینه کردم، نه میبینم. بعد چرا سخته برای این کارو؟ یه هارد یه چیز بیرونی، اون بعدن راحت هم میتونه همه اینا رو پیدا کنه. تازه میتونه پیدا کنه، نگاه کنه، بعد اون یکی رو دانلود کنه، نگاه کنه. ولی چون درونشه اینها سخت دل کندن، اون بیرون نیست. حالا مسئله دیگری که دوستان این چنینی بهش میرسن قسمت پارادوکسا بود. اگر در خاطرتون باشه یه جای قصه مرد دانشمند ما به این نتیجه میرسه که نمیشه نردبون رو اینطوری ساخت، باید بری به آخر عالم و گوهر ناب هستی رو به دست بیاری تا با اون نردبون رو بسازی. ولی از طرفی برای رفتن به آخر عالم هم به کامل ترین نردبون نیاز داری. هیچ کدوم از اینها رو نمیتونی بدون داشتن اون یکی به دست بیاری. توی ترید آدمای اینطوری خیلی زیاده، آدمایی که در زمان واحد 2 چیز رو، اون هم در بهترین حالت ممکن خودشون میخوام. یعنی میاد میگه که من یک ستابی با وین ریت بالا میخوام که کمترین ضرر رو داشته باشه و بعد مدتی به این نتیجه میرسن که برای اینکه این ستاب کار کنه به پول زیادی نیاز دارم و برای اینکه بتونم این پول زیاد رو به دست بیارم به این ستاب نیاز دارم، باید اینو طراحی کنم. یا برای اینکه مثلا ترید رو یاد بگیرم باید تو دوره فلان آکادمی که قیمتش بالای $10,000 شرکت کنم تا بتونم پول به دست بیارم، چون الان پول ندارم. و برای اینکه بتونم تو اون دوره شرکت کنم باید پول زیاد به دست بیارم. گفتن این پارادوکس تو زبان خیلی سخته، ولی دقیقاً چنین حالتی رو من در ذهن دوستان اینطوری میبینم. و حتی موردی بود توی یکی از دوره‌های ما، دوستی که ریسک به ریوارد بسیار بزرگ و بالا میخواست و در این حال صبر و تحمل خیلی خوبی هم میخواست و میگفت برای اینکه صبرم بره بالا باید بتونم اینو پیدا کنم و بهش پایبند باشم. یا یه سری دوستان دیگه که میگه برای اینکه یه زندگی آرومی داشته باشم باید ترید یاد بگیرم و برای اینکه ترید یاد بگیرم باید یه زندگی آرومی داشته باشم. همه چیز باید مهیا باشه و همه چیز در صورتی میتونه مهیا باشه که من ترید یاد بگیرم. دانشمندای قصه ما متاسفانه اینطوری هستند، 2 چیز رو در زمان واحد به بهترین صورت ممکن میخوان و این نشدنیه و ما باید یاد بگیریم قید یکی رو بزنیم
یا حداقل با درجه و شدت کمتری اونو بخوایم. یعنی توی که الان یه قرون پول نداری اصلا توجیهی نداره که بری توی دوره خیلی گرون قیمت شرکت کنی یا که دنبال وین ریت و ریسک به ریوارد فضایی باشی. باید کوتاه بیایی، واقعیت رو بپذیری، فعلا با آنچه که هست مدارا کنی تا بعدها شاید موفق شدی یکی از اینا رو که کامل به دست آوردی بری دنبال اون یکی. مثلا توی که صبر و تحمل کافی نداری دنبال ریسک به ریوارد بالا رفتن شبیه جوکه. تو فعلا یک قرون از مارکت بکش بیرون، بعدها یواش یواش میتونی روی اینها کار بکنی. اگر شروع کنی به توهم و به خواستن بهترین ها در یک زمان واحد نمیتونی برسی بهش. حالا شاید تو اینستا تو کتابای انگیزشی خونده باشی آدمای موفق میان میگن من چند تا کار رو در زمان واحد میکنم، برنامه‌هام رو فلان میکنم، اینطوری میریزم. به نظر من این فقط شاید اگر هم شدنی باشه که از لحاظ علمی غیر ممکنه که تو بتونی چند کار رو در زمان واحد انجام بدی، برای عده خاصیه، برای اکثریت نیست و نباید بذاری که استثناءات رو فریب بدن. آدم جوگیری که سعی داره چند تا کار رو همزمان با هم یا چند تا چیز رو همزمان به دست بیاره، اونم در بهترین حالت ممکن، باور کن هیچ کدومش رو نه میتونه به دست بیاره و نه میتونه انجام بده. چون معمولا فکر میکنن که همیشه باید بهترین حالت رو در نظر بگیری تا موفق باشی، در حالی که به نظر من توی ترید اینطور نیست و تو باید بدترین حالت رو و احتمالات رو در نظر بگیری تا موفق بشی. این چیزی که توی ترید طرز تفکر اینطوری به نظر من آزمونش رو پس داده و جوابگوه و با کلی افراد سودده، با افرادی که موفق بودن من گفتگو داشتم، همیشه دیدم که زیاد تخیلاتی فکر نمی کنند و حتی به بدترین چیزها هم فکر می کنند و در نظر می گیرند، چون به سادگی می دونن که واقعیت اون بیرونه، داخل ذهن اینها نیست. به هر حال از تفسیر خود این داستان زیاد عقب نمونیم و حالا چی شد این چرا افتاد دنبال اینکه علیرغم اینکه نردبون رو ساخته بود بهترین نردبان جهان رو بسازه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ چون از خودش کار خودش راضی نیست و نمیتونه بفهمه که همه چیز همینقدر ساده است. به نظر من مسیر معامله‌گری خیلی ساده است و شما برای اینکه به اون سادگی پی ببرید باید پدرتون در بیاد. اصلا آسون نیست و در نهایت بعد از کلی سختی و زحمت میفهمید که واقعا آسون بود و این شما بودید که داشتید سختش میکردید. چون خیلی از ماها پیش زمینه تفکرمون، ذهنمون اینه که باید سخت کار کنی و سخت جون بکنی تا بتونی به کاملترین و بهترین حالت وضعیت ممکن برسی و این فقط نشون میده که ما یا ممکنه خودشیفته باشیم یا کمالگرا باشیم یا وسواسی باشیم. چون اگر نگاهی به جامعه بیاندازید میبینید که برخلاف تصور ما خیلی ها نه آپولو 11 هوا میکنن، نه اتم میشکافند، نه باهوشند و در این حال بهترین درآمد رو، بهترین پولا رو در میارن. و باید سعی کنید زیاد فریب این افرادی رو که میارن تو اینستاگرام، حالا چه ثروتمند چه موفق و میان حرف میزنن رو نخورید. اینا شاید خیلی از سخت کوشی حرف بزنند ولی اگر نیمچه تحقیقی بکنید میفهمید که ثروت پدرانشون، رابطه هایی که داشتن، زد و بند هایی که میکنند و در نهایت عنصر شانس و قرار گرفتن در محیط مناسب دلیل اصلی موفقیت اینها بوده، نه اون سخت کوشی و خودت رو پاره کردن. جهان امروز متاسفانه اینطوریه و مخترعان اصلی، آدمایی که واقعا سخت کوشند، حتی نمیتونن معروف بشن، حتی نمیتونن شهرت به دست بیارن، اغلب گمنامن و حتی درآمدهای خوبی هم ندارند.
و جهان اینطوری طراحی شده دیگه، دست من و شما نیست. همین الان هم برید تجار شهر خودتون بازاری های معروفش رو پیدا کنید، میبینید که کار خاصی نمیکنه، تلفن برمیداره، الو بله میگه و درآمدهای خیلی کلفت و هنگفتی دارن، درآمدهای بزرگی دارن. باهاش هم حرف بزنی میگه که بچه جون من برای رسیدن به این الو بله گفتن نمیدونم کوه کندم فلان، که در حالی که دروغ محضه و چون تجربهش رو خودم داشتم. و باید از خودتون دوستان راضی باشید، باور کنید و دیگه یه جایی بگید که بسته و همش همین بود، نردبان همینه و کامل ترین حالتش هم همینه. بهترین ستاپ معاملاتی اون ستاپی نیست که زیان میکنی، اون ستاپیه که توش زیان داره و سود هم داره. از خودت، از کار خودت راضی باش، به خودت سخت نگیر، منابع جمع نکن و توی زندگی هم همین ها رو به کار ببند، چون دنیای نوین، جهان نوین همینه دوستان. اکثر این آدمای موفقی که میبینید میان به نام دانش و انگیزه و سخت‌کوشی و اینا حرف میزنن، اینها بازاریابند. در عصر نوین بازاریابی جای دانش رو اشغال کرده. تو باید انتخاب بکنی، یا تو کار خودت موفق باشی یا باید بازاریاب خوبی باشی. و خب شما به حرف این بازاریاب ها گوش میدید، نمیدونم سخت‌کوشی و فلان و آپل و هوا کردن و جمع کردن منابع و این بازاریاب ها رو بذارید کنار. توی این عصر این یه واقعیت، شما اگر قیافه داشته باشی، خوشگل و خوش‌فکر باشی، فنون بازاریابی بلد باشی، مردم میفتن دنبالت، به حرفات گوش میدن، توصیهات رو به کار میبرن و در نهایت هم نمیتونن باش تا سر کوچه هم برسند. این تجربه خود من هست که با ضرر و زیان و اتلاف وقت و درد سرهای زیادی بهش رسیدم. هر چقدر فردی شارلاتان‌تر باشه، دروغگوتر باشه، ریاکارتر باشه، دانش نداشته باشه، حرفی برای گفتن نداشته باشه، به همون میزان معمولا شهرت به دست میاره، معروفتر میشه، گنگ مبهم پیچیده تر به نظر میرسه، پشتش افسانه و اسطوره ساخته میشه که نمیدونم این آره فلان مدل سخت کوشه، این بروکرها حسابشو بستن نمیذارن معامله بکنه چون داره ورشکستشون میکنه. و وای به حال اون کسی که به خاطر این حرف و حدیث ها و این چیزها بره دنبال این آدم ها یا به این توصیه ها عمل بکنه. به هر حال پس دوستان، بزرگترین لطفی که میتونید به خودتون بکنید اینه که یک منابع رو پاک بکنید، این کوه رو از پشت خودتون بردارید، این بختک رو بردارید، یک هارده که پاکش میکنی هیچ اتفاقی هم نمیفته. و من به تضمین میکنم که بعد از پاک کردن این کوه احساس راحتی، آرامش بیشتری میکنی و در کمتر از 3-4 روز خودت رو میبینی، تویی که کلا قدرت عمل نداشتی، میبینی که شروع کردی به تمرین، به عمل کردن، به یاد گرفتن و دیگه از این جمع کردن دوره و رفتن به این و اون و فلان کار کردن راحت شدی. دیگه نمیخوام این پادکست رو از این طولانی تر بکنم و برای همگی آرزوی آرامش و شادی و موفقیت دارم و خدا نگهدار.